دوستان عزیز، بریم برای تعویض فوم 6075 V2. برای تعویض فوم با دقت فومو آب دورش رو با یه پیشگوشتی تخت باز میکنه. ببین طرف آب اول تمیز کنید. تمیز کردید نوبت میرسه به خود باند. برای تمیز کردن باند دو روش داره، یا با یه چیز چاقوی تیز خیلی باید دوستان دور کار رو کاملا تمیز کردم، آبش هم تمیزه. حالا بریم برای تعویض فوم دورش. بریم فوم رو ابتدا به قاب وصل کنید و همون محافظ دور. تو این روش بهتر میتونید تنظیمش کنید. حالا با استفاده از چسب آهن رازی سعی کنید شیاری که خود فوم داره با شیار قاب یکی باشه که کار خوشگل‌تر در بیاد. خب الان بازم خشم کنیم. سر میکنی یکم خوش بشه چسبش. خب لبه کارو با دقت چسب میزنیم، چسب یک نواخت با یک دست اضافه نزنه بیان. سعی میکنم که نزنه بیان. سر میکنیم یکم چسب خوشه، بعد از زیر لبه کار رو میچسبونیم با حوصله، با دقت که دیگه کار خراب نشه. اگه میخوای آموزش‌های بیشتری رو یاد بگیری، پست ما رو فالو کنید، لایک کنید، بفرستید برای کسایی که تو کار سیستم و ضبط و باندن که استفاده کنن. در خدمتونیم، انشالله موفق باشید.